سلام دوستان. از دست دادن دوست یا مشکل در رابطه یا فاصله گرفتن با یک عزیزی که بر ما مهم است یک تجربه تلخ است و بسیاری از افراد و اشخاصی که دوست خود را از دست داده، رابطه خود را قطع کرده، میفهمه که مسئله چقدر مهم است و چقدر با ارزش است. خود حضور دوست و داشتن یک دوست در زندگی بسیار مهم است، بسیار نقش داره. ولی که چی چیزی سبب میشه ما دوستان خود را از دست بدیم، چی چیزی سبب میشه ما در رابطه خود موفق نباشیم، روی مسئله خواهیم پرداخت. خب برای هر عزیز و شخصی که تجربه از دست دادن دوست خود را داره، این فرق میکنه و هر فرد و شخص ممکن برای خود دلیل خودش داشته باشه و انگیزه های زیاد و گوناگون ممکن داری دست به هم داده باشد تا ما دوست خود را از دست بدیم. ولی آنچه که از نظر علمی علل خصوص تحقیقات روانشناسی ثابت شده بیشتر اعتبار داره، او را میشه با شما شریک بسازم. از نظر روانشناسی دلیل اولی که ما دوستان خود را از دست میدیم تغییرات در زندگی است. تغییرات در زندگی منظورش از تغییر در شغل، تغییر در محل زندگی، تغییر بر اثر ازدواج و یا هم بعضا افراد و اشخاص سبک زندگی خود را تغییر میده، یعنی استایل زندگی خود را تغییر میده و دیگه نمیخواه با بعضی از دوستانش باشه و با بعضی از دوستانش نباشه. بالاخره یک سلسله مسائل عامل میشه که تصمیم بگیره که با این دوست خود باشه و با دوست خود نباشه. دلیل دوم ارزش ها و باورها هستند. یعنی در بسیاری از موارد تغییر ارزش ها، تغییر باورها، تکر ارزش ها و باورها سبب میشه که بعضی از دوستان و رفقا رابطهشان بسکلانه، یعنی دلیل شوه که رابطه خود را به رقمی که قبلا بود ادامه داده ندانه. مورد سومی را که میشه اشاره کرد دوستان، او کنارگیری از رابطه است. این کنارگیری ممکن چند دلیل داشته باشه که ما باید طرف مقابل را درک بکنیم. یک دلیلی است که خب دیگه علاقه ندارم، دیگه وقت ندارم، خب دیگه میل ندارم، دوست ندارم، که میخوایم خودم شخصا آگاهانه کنارگیری میکنم و این ما باید درک بکنیم و این سبب میشه که دوستان ما از پیش ما بره. دلیل چهارم را که میخوایم اشاره بکنم ناهماهنگی در ارتباطات است. این ناهماهنگی و عدم تفاهم ممکن برای دلایل گوناگون رخ بده. یکی خب بعضا ما وقتی که دوستان ما از ما دور میشه فاصله میگیره، تفاوت زونها و ساعات شب و روز وجود سبب میشه ما رابطه خود را از دست بدیم. و یکی هم ممکن بعضی از موضوعات دیگه سبب شه، مثلا تعقیب، کنترل، مداخله، در نظر گرفتن حریم خصوصی و اینا سبب میشه که یک نوع ناهماهنگی به وجود بیاد و ما دوستان خود را از دست بدیم. دلیل پنجمی که میخوایم اشاره بکنیم دوستان، او رویدادها و حوادث ناگوار، ناخوشایند و تلخ است. بعضا وقتی دوستان با یک حادثه، با یک خبر، با یک مورد روبرو میشه رابطه خود از دست میده. مثلا یک اختلاف به وجود میاد، یک نزاع، یک کشمکش، یک خیانت، یک بیوفایی، یک مشکل، یک جنجال، یک مسئله ایجاد میشه، دوستان میخواد که از هم فاصله بگیره. این یکی از دلایل است که ما معمولا متوجهش نمیشه. دلیل ششم تغییر در شخصیت است. بعضا افراد و اشخاص بنابر تغییراتی که در شخصیتش میاد در رفتارش هم تغییر ایجاد میشه. یعنی تغییر در شخصیت سبب و مسبب تغییر در رفتار است و در رفتار یکی از رفتارهای اون فرد رابطهش است، دوستانش است، عزیزانش است، آشناهایش است و افراد و اشخاص است که او با او وقت میگذرانند. یعنی روزی که و لحظه‌ای که تغییر در شخصیت ایجاد شود و مشکلات شخصیتی ایجاد شود، رفتار تغییر میکنه و ناهماهنگی به وجود میاد و در نهایت ما دوستان خود را از دست میدیم یا دوستان ما را میخواد از دست بده. دلیل هفتمی که میخوایم اشاره بکنیم دوستان، او از بین رفتن توازن یا تعادل در ارتباط است. بعضا ما حتی در رابطه زناشویی و نامزدی هم متوجه شدیم که روزی که و لحظه‌ای که و زمانی که در بین دو همسر و زوج یا دو نامزد تعادل از بین میره، یعنی یک طرف بیشتر تلاش میکنه، یک طرف بیشتر توافق میکنه، یک طرف بیشتر قربانی میده، یک طرف بیشتر ایثار میکنه، او رابطه از بین میره و این تعادل باید همواره حفظ شود و هر دو طرف و هر دو سو باید برای حفظ رابطه، حفظ دوستی و حفظ
خوشی و در کل اونمو تعاملی که بین خود داره باید هر دو تلاش بکنم. روزی که اینمی تعادل از بین میره ما دوستان خود از دست میدیم. دلیل هشتم و آخری را که میخوایم اشاره بکنم مشکلات و اختلالات روانی است. یعنی روزی که طرف مقابل ما دوچار یک مسئله روانی، اختلال روانی و یک ناهماهنگی روانی میشه، دیگه برش رابطه قبلی، دوستان قبلی، شغل قبلی، همسر، تجارت، کاروبار هیچ چیز برش ارزش نداره و اینمی سبب میشه که او رابطه را و او دوستان را از دست میده. در کل میتونیم بگوییم که یک جریان دردناک است، یک وضعیت سخت است و بسیاری از عزیزان ما تجربه سخت و دردناک از این ناحیه داره، علل خصوص جوانان و نوجوانان. و نظر می است که در صورت امکان باید حفظ شود و پیشنهاد را که میشه داد ای است که زیاد تلاش شود که از ارتباطات باز پرهیز شود در ارتباطات و روابط و دوستیا. و اگر این همه موارد کمک نتانست، خوب است با یک روانشناس صحبت شود تا در قسمت مسئله ما و اینکه چرا دوستان خود را از دست میدیم، چرا ارتباطات خوب نداریم، چرا روابط موفق نداریم، ما را کمک بکنید.